طبیعیست که در این عصر 21 که عصر اطلاعات است ما هم از خبر و اطلاعات گوناگون واقف هستیم. یک در این میان چند روز اخیر اطراف بازداشت عزت امام یک سر و صداهای گوناگون در شبکه‌های اجتماعی روی زده است که بسیاری نسبت این مسئله راه ظاهر میکنند. لیکن همچون یک شهروند، همچون یک انسان باید بگیم که طبیعی است که این گونه قضیه ها در دل کشور روی میدهند، زیرا که انسان ها وابسته به مناسبت، وابسته به عملکرد خود گاه و ناگاه در دوره قانون فعالیت میکنند، گاه و ناگاه از دوره قانون بیرون میآیند. طبیعی است که بازداشت این نفر یک حادثه معمولی است. مثلا تقدیر او را مثلا دادگاه، مثلا عدالت سودی معین میکنه که تا کدام اندازه مثلا از دوره قانون بیرون قدم نهاده است. آنچه که مربوط است به مثلا محروم نمودن شهروندی او در فدراسیون روسیه، این طبیعی است که در دوره صلاحیت مقامات دفترداری کشوری روسیه قرار دارد که او را از مثلا حقوق شهروندی کشور بودن محروم کردند. لیکن نو بس از آنکه این یک تقدیر یک انسان است، در اطراف تقدیر همین انسان با بعضی گروه های بودند که از خارج کشور مثلا هنگامه سازی کردند، خواستند از یک حادثه کوچک یک هنگامه بزرگ سازند. در نتیجه چی شد؟ در نتیجه آن شد که مثلا صدها نفر در نزد نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در مسکو گردهمایی کردند که اکثر آنها مثلا جوانان بودند، شاید ناآگاه بودند که شاید آگاه بودند، اما فکر میکنم که آنچه که آنها کردند با منفعت خود آنها هم نبود و با منفعت همون نفر بازداشت شده هم نبود، زیرا که از این کار محصول حاصل نشد. یک محصول حاصل شد که در شکل منفعت نیست. برعکس اونهایی که گردهمایی کرده بودند چون قاعده های کشور بودوباش کشور روسیه را خلالدار کردند، از جانب مقامات مربوطه این دولت بازداشت شدند و به تاجیکستان اخراج گردیدند.